به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. آموزش تایپ 10 انگشتی رو در خدمتتون هستیم. در ابتدای کار شما باید یک کیبورد مناسب تهیه بکنید. کیبوردی رو که دارید میبینید، این کیبورد معمولی هستش. اجازه بدید من کیبورد خودم رو به شما نشون بدم. این کیبوردی که دارید نگاه میکنید کیبورد استانداردی هستش. اگه دقت بکنید طولش نسبت به اون یکی یه خورده بزرگتره. کیبوردهای استاندارد دارای 3 بخش هستند: بخش محاسبات، بخش سیستمی و بخش تایپینگ که با وجبم به شما نشون دادم. بخش محاسبات بیشتر برای بانکدارها و افرادی که حسابداری کار میکنن این قسمت بیشتر به دردشون میخوره. بخش سیستمی بیشتر برای فرامینی هستش که ما میخوایم به کامپیوتر ارسال بکنیم. مثلا ما میتونیم با یه دکمه کامپیوتر رو خاموش بکنیم، یا اینکه با یه دکمه میتونیم کامپیوتر رو به حالت استندبای ببریم، یا بقیه فرامینی که در جای خودش کاربرد خاص خودش رو دارن. و اما تنها قسمتی که ما قراره تو این پارت آموزشی با شما کار بکنیم این قسمت هستش که بخش تایپینگ نام داره. پس این یک کیبورد استاندارد هستش و حتما برای انتخاب یک کیبورد مناسب بهش دقت بکنید. حالا چرا من از این کیبورد توی آموزش استفاده نمی کنم؟ به خاطر اینه که بعضی از این دکمه ها لیبل روش رفته به خاطر تایپ زیاد و بلند مدت. به این خاطر من ترجیح میدم با کیبوردی که نو هستش استفاده کنم. نکته بعدی بعد از انتخاب یک کیبورد مناسب اینه که جک های مربوط به کیبوردتون رو شما باید بیارید بالا. چرا؟ چون زاویه دیدتون باید نسبت به کیبورد زاویه مناسبی باشه که بتونید حروف رو زمانی که پشت کامپیوتر نشستید با دقت ببینید بدون که سر خودتون رو بیارید جلو یا ببرید عقب. نکته بعدی که فراموش هم شد بهتون بگم، زمانی که میخواین کیبورد رو بخرید از مغازه ها دقت بکنید که پورتشون USB باشه، نه پورت PS2. پورت PS2 منسوخ شده و فقط برای کامپیوتر استفاده میشه. پورت USB هم میتونه برای کامپیوتر و لپتاپ استفاده بشه. پس به این نکته هم دقت بکنید. خب جای صحیح قرارگیری کیبورد روی میز به این صورت: از لبه میز شما باید به اندازه 4 انگشت کیبورد رو هل بدید به سمت جلو. اینجا دقیقاً جایی هستش که کیبورد جای مناسب خودش رو داره. چرا؟ دلیلش اینه کف دستتون باید روی میز قرار بگیره، نه اینکه روی هوا قرار داشته باشه. اگه این به این سمت باشه کف دستتون روی هوا قرار داره. به این خاطر ما میگیم 4 انگشت کیبورد رو از لبه میز فاصله بدید. اما بریم سراغ مطلب اصلیمون که تایپ 10 انگشتی هستش. شما در ابتدای کار باید انگشت اشاره دست چپ و راستتون رو به این حالت بگیرید. پس انگشت اشاره دست چپ رو روی F قرار میدم، انگشت اشاره دست راست رو هم روی J قرار میدم. بقیه انگشت ها هم به تبع انگشت اشاره باید جای خودشون قرار بگیرن، یعنی کنار انگشتای دیگه به این صورت. اگه ببینید انگشت کوچیکتون نمیرسه باید حتما اینجاها رو خم بدید. ببینید اینجاها رو باید خم بدید، اینجاها رو باید خم بدید. یا اینکه بهتر میتونم براتون مثال بزنم، همیشه یک لیوان رو در دست بگیرید، انگار میخوای یه میله در دست بگیری یا یه لیوان میخوای در دست بگیری. به همین حالت باید اینجاها خم بخوره. همین حالت رو حفظ میکنی و روی کیبورد قرارش میدی. برای اینکه بیشتر تمرین بکنید و توی ناخودآگاهتون جا بگیره این حرکت، وقتی توی این حالت قرار گرفتین دستتون رو مچ میکنید و بعد پنجه‌هاتون رو باز میکنید به این صورت. چند بار این کار رو انجام بدید که توی ذهنتون جا بگیره. اما تکلیف شست چی میشه؟ اگه دقت کرده باشید من شستم رو به این صورت به حالت آماده کار روی اسپیس قرار دادم. شست دست چپ چی؟ شست دست چپ به حالت استراحت باید قرار بگیره. چرا؟ در اصل تایپ 9 انگشتی هستش، چون فقط باید با یه دونه شست اسپیس رو بزنیم. اسپیس بزرگترین دکمه روی کیبورد هستش. پس دوباره این کار انجام میدیم. اول انگشت اشاره که باید روی J و F قرار بگیره. چرا باید روی J و F قرار بگیره؟ اگه دقت کرده باشید اینجا یه زائده هایی میبینید. روی همه کیبورد ها روی دکمه J و F شون یه زائده کوچولو داره به خاطری که شما رو راهنمایی بکنه. پس اول انگشت اشاره و بعد بقیه انگشت ها به این صورت روی کیبورد قرار میگیره. انگشت در واقع شست رو باید به این حالت قرار بدی، انگشت شست سمت چپ رو هم باید به این حالت قرار بدی.
حالا اونایی که راحتن با شست سمت چپ بزنن به این حالت میتونن این کار انجام بدن. بعضی از دوستان دستشون رو روی کیبورد قرار میدن ولی به این صورت قرار میدن، یعنی اینجاها رو به سمت پایین خم میدن. اگه دقت کرده باشید تو این حالت این کار اشتباهیه. این کار باعث میشه که در طولانی مدت خسته بشید. پس انگار داری یه میله رو میگیری که بتونی قشنگ تایپت رو انجام بدی. این نکات اولیه در رابطه با تایپ دهنگشتی. اما برای تایپ یه خورده حرفه‌ای تر شاید یک سری سوالات توی ذهنتون مطرح بشه. ما چجوری میتونیم حروف رو با حروف بزرگتر تایپ بکنیم؟ برای اینکه من بتونم حروف بزرگ آ رو تایپ بکنم از کپس لاک نباید استفاده بکنم. اینجا اگه دقت کرده باشیم ما 2 تا شیفت داریم، شیفت سمت راست، شیفت سمت چپ. کدومش رو استفاده بکنیم؟ دقت بکنید اگه کیبورد رو به 2 قسمت مساوی تقسیم بکنم، نگاه کنید از دکمه های Y H N مخصوص دست راسته، دکمه T J B به اینور مخصوص دست چپ هستش. پس اگه خواستیم حروف سمت چپ رو بزنیم که مخصوص دست چپ هستش، باید حتما شیفت سمت چپ رو بزنیم. چرا من شیفت رو دارم با این انگشت کوچیکم میزنم؟ به این خاطر که انگشت کوچیک به این دکمه نزدیک تره. برای اینتر زدن هم همینطور. اگه بخوایم اینتر رو بزنیم حتما با انگشت کوچیک باید بزنیم. اینجوری هم نباید عذاب بکشید. بعد برید اینتر رو بزنید و دوباره برگردید سر جای خودتون به این صورت. برای بک اسپیس زدن هم همینطور. یه موقعی هست من اشتباه تایپ میکنم، میخوام پاک بکنم، بعد اینجوری بری بک اسپیس رو بزنی و بعد برگردی سر جای خودت. اینها در واقع انگشتان شما مثل سرباز مونن، باید برگردن سر جای خودشون. اگر رفتی یه کاری رو انجام دادی دوباره باید برگردی سر جای خودت. پس این عمل رو چندین مرتبه انجام میدید تا یادش بگیرید. و اما برای اینکه من بتونم حروف دست راست رو به صورت بزرگ تایپ بکنم باید چی کار بکنم؟ باید شیفت سمت چپ رو بزنم. یعنی یه لحظه میرم شیفت سمت چپ رو با انگشت کوچیک سمت چپ هم نگه میدارم و بعد حروف او رو میزنم و بعد دوباره برمیگردم سر جای خودم. تو مرحله بعدی زمانی که نرم افزار تایپینگ مستر رو برای حروف انگلیسی نصب کردیم، اونجا دیگه میتونیم با هم تمرینای لازم رو انجام بدیم برای یادگیری بیشتر. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. متشکرم. خدا یار و نگهدارتون.